سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امیدوارم از این خلاصه فیلم لذت ببرید. اول فیلم ما مردی میبینیم که متوجه میشه سرطان داره و اون یه استاد دانشگاه است. دکتر بهش میگه که تو 6 ماه بیشتر زنده نیستی. ریچارد برمیگرده سر کار و تمام روزو افسرده است و ناراحته و میدونه که میمیره. اون میره خونه با دخترش اولیویا و زنش ورونیکا سر میز شام میشینه. ریچارد میخواد بهشون بگه که من سرطان دارم که یه دفعه دخترش میگه من لیزبیانم و ورونیکا میخنده و بهش میگه غلط کردی بی‌ناموس، این مریضیه و به زودی خوب میشی. ریچارد گیج شده و سعی میکنه دخترش رو حمایت کنه. ورونیکا با اولیویا دعوا میکنن و دخترم بلند میشه و میره و ورونیکا و ریچارد هم تنها میمونن. زن بهش میگه که من به هنری رئیس دادم و ریچارد هم سورپرایز میشه که به اون داده و میگه فکر میکردم تو اونو یه آشغال کثیف حساب میکردی. ورونیکا مخالفه و میگه اون آدم خوبیه و بلند میشه و میره. ولی قبل از اینکه بره به ریچارد میگه قبل شام چی میخواستی بگی. ریچارد هم یه چی میپرونه. روز بعد ریچارد میره سر کلاس و بی سوال داره تدریس میکنه و دانش آموزا بهش اعتراض میکنن و میگن مثل آدم درس بده. و ریچارد هم بهش میگه که هر کی ناراحته گم شه بره بیرون و نصف کلاس هم پا میشن و میرن. ولی چند نفر باقی میمونن و معلم هم بازم میرینه بهشون و میگه کلاس تموم شده چون ناراحتم و میخوام خودمو خالی کنم. و قبل از اینکه از در بره بیرون میگه هر کی میتونه توی دفتر برام گل بیاره. چند روز بعد ریچارد به بار میره و میشینه با دوست صمیمیش پیتر مشروب میخوره. ریچارد ازش کمک میخواد که براش مرخصی بگیره و درباره سرطان بهش میگه. پیتر هم سعی میکنه اونو دلداری بده و ریچارد بهش میگه نمیخواد دلداری بدی، برای مرخصی رو بگیر. روز بعد ریچارد با زنش حرف میزنه و بهش پیشنهاد میده که هیچی از کاری که میکنی و به دخترمون نگو و منم به تو آزادی رو میدم که هر گوی خاصی بخوری. اونا مکالمه خوبی دارن و بعدش با قرص و مشروب مست میکنن. و همون موقع اولیویا با دوست دخترش میاد خونه و ننه باباش تو وضع بدی میبینه. اون دوستشو میبره تو اتاق و اونا دوباره شروع میکنن به مست کردن و میرن تو تخت و اشغال و آره. وقتی اولیویا و دوست دخترش میان طبقه پایین اون پشیمون میشه که اونو با خودش تو خونه. فردا میشه و ریچارد داره برای دانش آموزای باقی مونده کلاس حرف میزنه. اون از دختر میخواد که درباره خودش توضیح بده و میفهمه که اون خواهرزاده هنریه، کسی که زنش باهاش میخوابه. ولی کلر میگه که من از دایم متنفرم و زیاد باهاش حال نمیکنم. که یه دفعه ریچارد پیشنهاد میده که بیایم بریم یه میخونه. اونجا ریچارد شروع میکنه و داستان زندگی خودشو براشون میگه که یه دفعه یه خدمتکار میاد و شروع میکنه با ریچارد لاس میزنه. و ریچارد به همه میگه میخوام همین الان به زنم خیانت کنم توی دستشویی، اونم با خدمتکار. اونا میرن توی دستشویی و میرن روی کار و اشغال. تو همون لحظه زنش با هنری رو کاره. ریچارد به میز برمیگرده و به دانش آموزش میگه به این خدمتکار انعام خوبی بدین، خیلی بهم حال داد. و دانش آموزش شوکه شدن از این حرکت ریچارد. وقتی ریچارد با خانواده‌اش سر میز شام نشسته اون از زنش میخواد که از دخترش عذرخواهی کنه و دخترم قبول میکنه. روز بعد یه دانش آموز فمینیست داره یه مقاله میخونه و ریچارد اونو مسخره میکنه. بعدش به دفترش میره و یه دانش آموز یه سری کاپ کیک میاره که معلوم نیست توش چیه. ریچارد هم تشکر میکنه و اونو میخوره و ریچارد ازش میخواد که یکم ویسکی هم براش بریزه و اون شروع میکنه سگ مست میشه و دیگه اشغال. کلا این فیلم همش اشغال بود. اون میره خونه و با دخترش حرف میزنه و به دخترش میگه تو با دوست دختر خوشحالی؟ دخترش هم جواب میده به شدت. ریچارد هم میگه منم خوشحالم و بهت افتخار میکنم. نمیدونم این چه افتخاری ناموسم. توی دانشگاه ریچارد دانش آموزا رو از کلاس آورده بیرون و اونجا داره باهاشون الکل میخوره. پیتر نمیتونه ببینه که اون داره به خودش آسیب میزنه و اونو میبره توی گروه سرطانی. اونا از بدبختیاشون و موفقیتاشون میگن و ریچارد هم داره گوش میده. یه دفعه بهشون میگه شما دارین وقتتون رو تلف میکنین و بهشون میگه برید اشغال، ولی هیچ کسی اینو قبول نمیکنه. ریچارد باهاشون خدافظی میکنه و بعد با پیتر میرن توی میخونه و میرن کلی مشروب میخورن. بعدش ریچارد یه ایده میده که منتظر مرگ نمیمونم، خودم میرم سمتش. کلر اومده توی میخونه و ریچارد هم پیتر رو به خونه میفرسته. کلر به ریچارد پیشنهاد نوشیدنی میده و یه آهنگ هم میذاره. ریچارد راجع به سرطانش بهش میگه. کلر اونو تحسین میکنه و ازش میخواد باهاش برقصه. حین رقصیدن کلر اونو میبوسه و ریچارد هم یه دفعه کسور میشه و میفته. اونو میبرن توی بیمارستان و وقتی به خونه برمیگرده زنش بهش میگه که کجا بودی. اون معذرت میخواد ولی چیزی بهش نمیگه. فردا میره سر کار، دوباره خرابکاری میکنه و هنری بکنه زنش اینو میاره توی دفتر
و بهش میگه میخوام به خاطر کارهای بدی که کردی اخراجت کنم و ریچارد هم بهش میگه که من همه چی رو راجع به تو و زنم میدونم و هنری هم ساکت میشه و بعدش کلاس شروع میشه و کلر داره از اهمیت عشق در دنیا میگه و ریچارد هم با چشمای غمگین اون رو نگاه میکنه و ریچارد هم میاد و میگه هر طوری که دوست دارید زندگی کنید. اون میره توی دفتر و ریچارد میفته زمین و پیتر اون رو پیدا میکنه و ریچارد ازش میخواد که اونو به کلیسا ببره. اونجا ریچارد حسش رو راجع به زندگی به پیتر میگه و به نظر میرسه که ریچارد داره خدافظی میکنه. پیتر نمیتونه تحمل کنه و شروع به گریه کردن میکنه. اونا همو بغل میکنن تا آروم شن و بعد هنری مهمونی گرفته و ریچارد و ورونیکا هم دعوت کرده. اونا میان و ریچارد هم از زن هنری لب مولایی میگیره و هنری و ورونیکا تعجب میکنن و طوری رفتار میکنن که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. ریچارد بلند میشه و راجع به سرطانش به همه میگه و میگه که هنری با زنم خوابیده و اون از پیتر تشکر میکنه برای دوست خوبی که بوده و به زنش هم میگه با وجود خیانت خوشحالم که تو زنم بوده و میگه من هنوز عاشقتم. و آخر شام ریچارد میره که باهاش خداحافظی کنه و بهش میگه که همیشه خوشحال باش. ریچارد اونو بغل میکنه و با چشمای گریان اونو عاشقانه نگاه میکنه و خداحافظی میکنه و ریچارد میره سمت خونه و میبینه که دخترش ناراحته و ازش میپرسه که چه اتفاقی افتاده و دخترش هم میگه که دوست دخترم بهم خیانت کرده. پلش بابات داره میمیره، مهمتر از دوست دخترت هست. ریچارد اونو با مشروب آروم میکنه و بهش میگه که من سرطان دارم و از دخترش خداحافظی میکنه و از دخترش میخواد که همیشه مسیر درست رو بره و از مسیر منحرف نشه و بهش میگه که خیلی بهت افتخار میکنم و ممنون که این ویدیو رو تا آخر دیدید. اگه حال کردید حتما سابسکرایب کنین و تا ویدیو بعدی خداحافظ.